سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر میخوایم بدونین توی پروژه دوربین مداربسته تحت شبکه با تعداد مشخص از دوربین‌های آی به چه پهنای باندی نیاز داریم یا برای ذخیره‌سازی تصاویر توی مدت زمان مشخص به چه مقدار از ظرفیت هارد نیازه، تا آخر این ویدیو همراه من باش. خب خیلی ساده، عبارت هاک ویژن بندویث کلکیولیتر رو توی گوگل سرچ می‌کنیم. وارد سایت هاک تول سافتور میشیم. توی صفحه‌ای که برام وارد شده گزینه اد رو میزنیم و تعداد دوربینی که داریم رو روی چنل نامبر وارد میکنیم. به فرض مثال من 16 تا دوربین رو وارد میکنم. ویدیو استانداردمون رو همون پال بمونه و فشرده سازی یا همون انکودینگمون رو روی H265 پلاس میذاریم که البته این بستگی به دستگاه DVR یا MVR شما داره. رزولوشن رو از روی لیست انتخاب میکنیم و به فرض مثال 1080p یا 2 مگاپیکسل میذاریمش که فریم ریتش به صورت پیش‌فرض 25 و بیت ریتش روی 1440 که قابل تغییره و بستگی به دوربین مداربسته شما داره. تو این قسمت به ما نشون میده که با فضای 4 ترابایت رو حالت 24 ساعته 16 روز ذخیره سازی داریم که میتونیم اینو تغییرش بدیم. به فرض مثال من اگر 6 ترابایت هارد داشته باشم 24 روز روی 24 ساعت برای من ذخیره میکنه. حالا توی گزینه بعدی به ما نشون میده که اگر مدت زمانی مد نظر ماست به چه فضایی نیاز داره. به فرض مثال میذاریمش روی 1 ماه و رو حالت 24 ساعته میبینیم که 7.5 ترابایت فضای ذخیره سازی نیاز داره که میتونید باز حالا اینو تغییر بدین به اون فضایی، اون تایم مد نظر خودتون. توی قسمت پهنای باند یا همون کلکیوت بندویدث به ما نشون میده که 22.50 مگابیت پر سکند نیاز به پهنای باند برای 16 تا دوربین روی 2 مگاپیکسل روی H265 پلاس و 25 فریم داریم. از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید تشکر میکنم و ممنون میشم که ما رو با لایک و کامنتاتون حمایت کنید.